یا ایوه برای طرفش برای تا نجاتش بدیم استارت کنم یا نه؟ تناب روشنه یا خاموشه؟ روشنه یا خاموشه؟ روشنه بابا گناه دار برو بر ما هم اکنون در حال نجات یک فروند لکی پشت هستیم. این لکه پشت چاقو تو بده جلیل، چاقو بده این لکه پشت بیچاره چپش نکنی چپش بگیرش. این حیوان دزیست. الان میتی داره لکه پشته نگیره. لکه پشته زنبسته یه خورده این شده. مایا چه قرخته دیرش. اوه چاقو داری بده جلی. چاقو داری؟ چاقو بده. اینا نمیشه باز کرد. جلی چاقو بده. جلی گناه داره. جلی داره خفه میشه. نمیخوام. چاقو بده. میگه نمیخواد. ده نحیلی کن سرش بکن زیرو. نفس بکشه. بیا ما یه چاقو برات یارم. بده الان چاقو تو بده. بده مر. چاقو گناه داره. چقدر مازوت ریخته تو شارش باید مر نه بجو در شرف بجو خب بیارمش بالا تمیزش کنی. جلیل تو آب نمیمیره بیاد بیرون. نه جلیل حالا فعلا در حال کنکاشه. میگه اگه از آب بیاریمش بیرون بابا الکی چی نکنم هی یاسین زشته. بخوامی برا چرا تو همون کیسه ما انداختن شمعت کجا بیده؟ چرا همون کیسه کجا بیده؟ مثل آدمیزاد چه روزی افتاده جدید خوبه قنقاس آجی نشد. نه جوندار گناه داره. میتی باشه؟ بابا بیا یا اصلا باز شده اینی تایی نباشه. مازد که چه روزی شده بیا میتی بده ما بیا چیه سیمن یادتی نامن زور ای رئیس اونا مال ماهیگیریه. الکس ورش بگی کمک کنی نفاسم یا یاسین کمک کنی یاسین به درگرده. یاسین نه ترس بابا تنم به درگرده. او ورش بیانه بگیری نه میگه دستات میشینه بابا بیا خدا خیرت بده. دستت نبره دور. بسه یا نه بریدنی نیستن سیمی هن. انبار دست داره انبار دست بده. انبار دست بده. چی داره تو اینجا؟ نه جان زیرش بده چیده بده. تو چه زیر بالشو ناکار کرده یاسین چی نگرفتیه؟ همه حسن آقا که داره. یعنی آریدیه با خودت. شما ترسام یا درگرده. باز قایق یه چی بیان اینجا برم بگم یه. آیستا بریم کشتی نمیگویم بیا. چه مایقی. این چاقو خوب می‌داشت سیدی. بگی. بیا میتی اون بده ببینیم بیا. آقا این چاقو تیزه بگی. بیا. خداوند این ناجیان دریادل کمک کن. بابا بگیرش که نره خب. آخه یه نگرفتیه چه آدمی هستی خدا شاده تو یاسین. دورچی میبینی یا مرد ثوابکار لاک پشت دریا داره نجات میده. جلیلو داره درگرده رو نمیگه این یا خودم با لاک پشت میری پایین. دست نگیره. گاز میگیرمه. گرفتکش خیلی قیده. آره راست میگه. این گیوتینه. لکی. خواهد درست ست کنی. نه خواهد نفس بکشه در بده. از این وربند آتان جایی که. صاحب خواب یا بگیر.
بلند کن بنداش تو قایق جا کشه نه دوره نپیچه برم بکشمش بالا؟ کار شده خوی بهتر یا به بند اسارت که افتاده که جلیل اون ماهای کوچیکا اومدن ازش دارن میخورن برده اون ماهای کوچیکا زخمی که شده ماهای فرصت طلب برو رفت از این بالش نه؟ دیگه نکنم جون سالم بده الکس بگیر فیلمه بگیرم قطعی بگیرم فیلمه دیگه متاسفه درگرده رو جلیل اونو بگیر میخواد برگرده رو من برای رفت جلیل ناشه سوری زنده رو بیشیم تا همون بر ولی که جلیل هدیه دور داره لاکپشت نجات میده مردی از ما رو میفرسته برای رئیس بانک او فقط بیاریمش بالا تا بشه بالش جون کار شده بعد بیا تا بیاریمش بالا این چلشی بگیر دست بگیر خیلی هم سنگینه گمونو الکس بیا کمک کن مدرسه هم میرسه بیا یا راسته اینه که های بنزینتون نباشید از برش بگید از برش بگید بیار بالا دیگه آخراشه بیا یاسین چته میترسی؟ میترسم کسیفمون کرده داری نی بنزین بشید اشکال نداره گناه داره بیا اگر نه ولش کن خیلی گیره نواز یه چیزیش گیره بیشترشو باز کرد مرد ناجی دیگه میتونه بره نه کجا میتونه نه یه بالشو کاش خورده رفتن زیر پشتش که هیچی نداره با نترس او دستا تمیز بقرا میترس خدا چارت بکنه یاسین اورش بگی نترس این با یه دهنی داره او خب مشکلی ده با دست پاک نمیزنه جلیل مرد زبردست قایقو گرفته با یه دست یاسین ترسو کلاه به سر ایران پرتت کن تو پرتت خب بگیر کلاه پشت بگیر و ایو دا بنزین بعد میام تمیز میشه ولش کن این مازاده چیه؟ مازاد کیش مازاد چیه؟ مازاد آیا بنزین فقط یه لحظه بنزین روش میده میشه تمیز دور نجات دهنده مهدی دور خاموش کن بنزین مصرف کنه خب داره نجات میده از تور ماهیگیری بناسو اگه میتونه شنکه من ولش کن دور بابا بدبخت‌تر بود موج مرده بود برو کف داره که حالش برو او یکی هم نجات داشت نجات داشت آقا میبینیم که ما لاپش مرتن میبینیم باریکه خدا برات خوش بخواد برو سفر سلامت لکی جون برو دعا کن به جون جورج باریکه الله بابا یه چیزی بگم نه دیگه نه تو باید بنداز بالا بدشون اونا رو انداخت تو آب برو بنداز یه پتو بده ما یه پتو برات میارم بیا جورج بنداز لیک کار بابا بنداز بیا